سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در روستای سیامزگی شهر. امروز جمعه 14 مهرماه و ساعت حدود 10:30 صبح هستش. روستای سیامزگی که همه اونو با پنیر خوشمزه‌اش میشناسن در 17 کیلومتری شهرستان شفت قرار داره. این منطقه علاوه بر پنیر به آبشارهای پرآب و زیباش هم شهرت داره که آبشار دودوزن یکی از مهمترین های اونه. در این ولاگ ما قرار سری بزنیم به آبشار اصلی سیامزگی و همچنین جاده و رودخانه زیباش که تو مسیر هستش. در جلوی آبشار سیامزگی یک قهوه خونه هست که چای آتشی عالی میده که پیشنهاد میکنم حتما نوش جان کنید. به زودی ولاگ گردش در شهر زیبای شفت همچنین بازار هفتگیش رو در کانال قرار میگیریم. راستی هنگام رانندگی در این مسیر کاملا محتاطانه عمل کنید. عبور حیوانات اهلی زیاد و سرعت زیاد و همچنین دقت نکردن به جاده میتونه خطرناک باشه. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
ببخشید.